ویدیوهات بعدی هم خدمتتون باشیم تا انشالله ببینیم خود محمد چی میخواد. بریم گزینه بعد. یادتون باشه ارائه‌ای که میخوایم بدیم یک ارائه ساده و روان و قابل فهم باشه. ارائه پیچیده سمه. غیر از اینکه ما باید سرمایه گذارمون رو بشناسیم با اون کیفیتی که گفتیم، حالا توی ارائه ها چی کار میخوایم بکنیم؟ بعد ارائهمون ساده باشه، فهم سرمایه گذار رو بگیریم و راحت براش توضیح بدیم. خاطر همین مهمه که برای کی میخوایم چیز بگیم، اسمش چیه، برای چی سرمایه گذاری میخوایم حرف بزنیم. برای بانک، برای سرمایه گذار، حالا سرمایه گذار نه فرشته، برای نمیدونم فامیل، رفیق، هر کاری میکنیم راحت باشه. خیلی مهمه. حتما در پیشنهاد خود نیازه سرمایه گذار رو ببینیم. ببینید نیاز سرمایه گذار متفاوته. اول یه چیزی بگم، پیشنهادتون مکتوب باشه، کسی نره بشینه شروع کنه حرف بزنه برای مردم. ما باید یه پیشنهاد مکتوبی به مردم بدیم، ترجیحاً گرافیکی، ترجیحاً پاورپوینتی. اگر بانک ها خب یه سرشون قوانین خاص خودشون، مثلا میگه پرپوزال ما مثلا این شکلی باید بزنی، نمیدونم تمام قسمت‌های متفاوت رو باید بیای توضیح بدی، نه این صفحه براش در توجیه بنویسی و غیره و ذالک. خیلی از سرمایه‌گذارا توی تایمی که می‌خوایم بزنیم که حداقل اینترست اولیه‌شو بگیری و طرف بیاد مثلا بخواد برای مسائل ریزتر بیاد شروع کنه کار کنه، حوصله‌اش نمیگه بشینه یک کتابچه انقدیو بخونه. یه پیشنهاد گرافیکی درست دارم، یه پاورپوینتی که بتونی یه پرزنت تمام عیار داشته باشید اونجا. تو پیشنهادتون نیازه سرمایه‌گذار رو ببینید. نیازش چیه؟ اولین چیزی که تو پیشنهادتون بعد موج بزنه حفظ سرمایه است. یعنی پیشنهادتون جوری بره جلو که حفظ سرمایه رو نشون بده. چه تضمینی داری سرمایه طرف بمونه سر جاش؟ چه تضمینی داری باخت نمیده؟ آقا حسین چه حرفی میزنی؟ بالاخره سرمایه گذاری کرده، باختم جزشه دیگه. مثل یادتون رفته ما نیاز به سرمایه داریم، اون نیاز به ما نداره. اگر اومد طرف ما اصرار از طرف اون بود، باشه قبول، شما یه ذره میتونین چیز کنید. ولی باز من ترجیحم همیشه این شکلی میگم، من سرمایه پذیر باید حفظ سرمایه گذار بکنم که سرمایه گذار بیاد طرفم، که سرمایه گذار حاضر باشه سرمایه‌اش رو به من بده. دوم سود. سرمایه گذار دنبال یه سودیه. چرا باید پولشو بذاره پیش شما؟ آقا سود پول زیاد داره. چه حرفی داره که داره به من و شما چیه؟ خب آقای سود آخه یعنی چی سود؟ بالاخره باید منافعی داشته، یه علتی باید داشته باشه که بخواد به پولشو پیش شما بذاره. یکی از علتاش علت مالیشه. بعد از سرمایه گذارا هستن نیازشون تو اون سوده نیست، نیازشون تو فعالیت کاری است. میگه من پول میارم ولی خودم هم میخوام کار کنم سرم گرم باشه. نیازش توی اونه. بعضی از سرمایه گذارا هستن نیازشون تو مسئولیت اجتماعیه. میگه ببین من حاضرم اینجا سرمایه گذاری کنم به شرط اینکه تو قول بدی مثلا 20 نفر سر کار بیاری. حالم به این حاله، سودش من قبرم مهم نیستش. هستن ها سرمایه گذاری این شکلی هم هست. پرپوزالتون باید در مسیر نیازهای سرمایه گذارتون باشه. اونجا که گفتم من سرمایه گذار خوب بشناسیم برای همین کار است. سرمایه گذار هستش میخواد سرمایه گذاری کنه که پسرش بیاد توی مجموعه کار کنه، پسرش هم درگیر باشه، حس این هم داشته. میگه من پول میذارم ولی میخوام پسرم هم کار کنه. ببین برات اوکیه، میتونی این کارو کنی. بعد میتونی خیلی جذاب‌تر این کارو انجام بدی. سرمایه گذار رو داریم میخواد سرمایه‌اش ارزشش نابود نشه. سرمایه گذار میای سرمایه ارزی میکنه اگر سبد ارزی داشته باشه. توضیح میدم. پس تو ارائهتون نیازهای سرمایه گذار رو خوب ببینید. یادتونه گفتم برین مزیت کالای خودتون رو واقعی تو بازار برای خودتون بسنجین. برای اینه توی پرپوزالتون حتما بعد مزیت رقابتی کالای و خدمات خودتون شرح بدین. چرا من این لیوانه که من میخوام بفروشم میتونه بفروشه؟ چون شما باید به سرمایه گذار بعد توی شرحش بدی دیگه
که آقا من میخوام این پول رو بگیرم برای این کار و ما تصورمون اینه که انقدر سود میکنیم به این علت. تو همون پاورپوینت تو همون گرافیکا میگه امیر چرا به اون چه مربوطه؟ نمیشه که آقا یارو پول میده. خب آقا اون پول بده، خب بالاخره منافعی هم داره دیگه. سرمایه گذار وقتی میخواد به جای سرمایه گذاری کنه میخواد خیالش راحت باشه. ببین شما اگر پول بگیری و نابود بشه این پول، اون سرمایه گذار هر چقدر از شما چک و سفته و نمیدونم تضمین داشته باشه، به دل ناراحتی بعد این پول رو وصولش کنه. شما گیر کردی. ولی فرض کن سرمایه گذار خوب اونه که بیاد سرمایه گذاری در جایی بکنه که واقعا داره کار میکنه، واقعا داره سود میده و میدونه با کیف سرمایه پذیر داره سرمایهش برمیگرده و سود بهش داره برمیگرده و خودش هم امنیت داره. میگه بحثی نداریم، نه چک و چونه ای نداریم. ما یه بار چیزی سرمایه گذاری کردیم، اون بنده خدا خورد به مشکل، عرض کردم توی اسلاید قبلی، خورد به مشکل، ما هم بالاخره مجبوریم باش کنار بیایم دیگه. دفعه بعدم بیاد ازم سرمایه بخواد بگیر نمیگیرم بهش سرمایه، نمیکنم دیگه. یه بار بود با هم خریدیم و خورد یه مشکل عجیب غریب و بعد بازی کرد. بعد بتونیم توی پرزنتمون مزیت این که چرا این کالای ما رقابتیه توی بازار بعد عنوان بکنیم. من داشتم پرزنت این شکلی کردم، بعد توضیح بده که سرمایه گذاره بفهمه. اول خودتون خوب فهمیده باشین، بعد بیاین توی اسلایدتون توضیح. آره ما این کارا رو که داریم به این علت میگیم این اتفاق توش خوب میفته. دیدین این برنامه میدونو بچه‌ها میان شروع میکنن صحبت کردن، به داورا توضیح میدن، میگن آره ما به این علت میگیم طرح کسب کارمون میخوره اینا. یه نکته خیلی مهم دیگه ای که از توی پروپوزال حتما بعد اشاره کنیم به این داستان، اینو میخوایم به کی بفروشیم. مشتری فعلی برای اونایی که دارن کار میکنن و مشتری آیندهتون رو بعد مشخص کنیم. میگیم فلانی من این جنس رو میخوام به قشر دست مشتری فلانیا بفروشم و طبق بررسی‌های من اینا این تعداد هستن تو بازار. حتما بعد معلوم باشه این روشه دسترسی شما. مثلا توش داره توضیح میده، میگه من نوع تبلیغاتم این شکلیه، نمایشگاه دارم میرم یکی ندارم تبلیغات این شکلی میکنم و این قش بیشتر تعاملشون اینه که بیان توی اینترنت بررسی کنن تبلیغاتو. داری در اصل با حرف زدن داری سرمایه گذار رو داری چیکار میکنی؟ دلشو داری آروم میکنی که آقا من طرحی که دارم میگم بلدم کارمو، میفهمم چیکار دارم میکنم. طرف اومده سرمایه میخواد بگیره، میگن به درد کی میخوره این؟ مثال ها واقعی نیست این حرفا. آره دوستانی که توی آمریکا هستن اینو مردمای آمریکا خیلی خوبن. آخه پدر آموزه تو که با آمریکا جنس نمیتونی بفروشی اصلا. این چه حرف خنده داری میزنی؟ یا اومده طرح داره میده، طرف میاد بعضی وقتا طرح میخواد بده، بعد اصلا نمیگی، میگم خب حالا این کالای تو خیلی خوب، این کالای تو اصلا پرفکت عالی، حرف نداره، خوبه، کی میخواد بخرتش؟ اصلا خیلی خوبه این کالای من. میگم خب ما هم که نگفتیم بعد کی میخواد بخرتش؟ یه دفعه در میاد میگه به درد مثلا فرض کن ارگانهای دولتی میخوره. میگم خب آخه مرد حسابی الان که نمیتونه پول به این راحتی وصول کنه، سخته یه مقدار شرایط بالاخره توی شرایط خدمت عرض کنم که اقتصاد مقاومتیه، بالاخره سختی ها خاصش هم وجود داره دیگه. پس اون طرح خطرناکی. خیلی فضاهای این شکلی مهمه. بعد ما تو طرحمون دقیقا معلوم کردیم که آقا ما کدوم قشر مشتری در نظر گرفتیم، چرا فکر میکنیم که این مشتری جنس ما رو بهتر میخرن. مهمه از تیم خود و شرکای خود توی ارائهتون صحبت کنید. چرا گفتم بهتون تیمی کار کنید، تکی کار نکنید. چرا این کارو باید بکنید؟ ببین از تیم خود و شرکاتون که صحبت بکنید، سرمایه گذار هم حسش اینه که یه نفر نیست، بالاخره پولشه. میگه که اگر این بنده خدا بالاخره حضرت اسرائیل اومد سراغش و جونشو گرفت، 4 نفر دیگه هستن تعهد داشته باشن بیان پول ما رو برگردونن. خب خیلی مهمه. چرا به این دقت نکنی؟ یه بنده خدایی توی بازار میخواست سرمایه گذاری بکنه. چجوری؟ یکی اومد ازش جنس بخره، اون میخواست سرمایه پذیری بکنه، اعتباری میخواست ازشون جنس بخره، این فروشنده بود، پس این میخواست بره سرمایه گذاری. این حکایتیه من شنیدمشون. گفتش که به پسرش گفت ببینین بچهای این آدم چجور آدمه. بچه گفتم
آقا جون تو میخوای به این یارو جنس اعتباری بدی، چیکار بچه‌ها شدی؟ گفت نه، میخوام بچه‌هاش اهل خدا پیغمبر هستن، بعد از اینکه خدمتتون عرض کنم که فوت کرد اگر یه اتفاق افتاد پولمون رو من میرم برگردونن یا نه. اگه آره باشه سرمایه گذاری کن. البته هر اهل خدا پیغمبری هم اهل نیست، اینم بگم. من داشتم افرادی که اتفاقا تو همون بازار بزرگ تهران ما با پدر گرامیشو معامله کردیم، یه ملکی رو گرفتیم ازشون، بعد تعهداتشو بچه‌هاش چکاشو وصول کردن، تعهداتشو اجرا نکردن، خیلی هم ادعاشون میشد. هرچند پیغام پسخام داریم خب نه من اجرا کنن تعهداتش. پس این گزینه‌ها رو هم داریم. خب این اتفاق میفته. بعد هر چقدر تیم باشه بهتر میشه. منم خیلی سعی کردم از تیمم اسم ببرم. خب من با کسایی که حالا چه سرمایه گذاری میکنم با همون، چون ما بالعکس باشون کار میکنیم، خب براشون این اهمیت داره. میگه فلانیا مثلا این نفرن، هر کدومشون هر اتفاقی براشون درشون بیفته، خب یکی دیگهشون هست میاد حل میکنه، حساب کتابشون معلومه، شفافن، تعریفشون روشنه. به خاطر همینه که سرمایه گذارم میاد میگه یه برگه فقط بنویسیم اوکی. من یه برگه مثلا امضا میکنم، عکسشو میگیرم میفرستم، اوکی میشه. اصلشان عکسش. تیم که تشکیل میدین و خوب مانور میدین با تیمتون، از تیمتون حرف بزنید. خیلی وقت این کاراکترهای توی تیم اعتبار میدن بهتون و این اتفاق به شدت جذابی. سودمند بودن طرحتون رو با آمار و ارقام نشون میدید. سعی کنید حتما تو ارائهاتون گراف داشته باشین. خیلی مردم چشمون میگیره گراف، اینقدر درصد فلان، میفهمم، خیلی حس خوبی میده. اصلا گرافیک از کاراش همینه دیگه. به جای اون عدد رقم توی یه جدول بخواید ریز 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 بخونین، خیلی خوب. من یه سخنرانی رفتم و قرار بود سخنرانی کنم. قبل از من یه دوست بزرگواری قرار بود سخنرانی کنن، از بچهای دولتی البته ایشون بودن. اومدن شروع کردن صحبت کردن و خدمتتون عرض کنم که هی اکسل باز می‌کردن و هی عدد میگفتن و رقم میگفتن و این میلیارد همه به ریال میگفتن. من خودم خیلی سخت بود داستان اونجا. خلاصه هی میگفتش، قشنگ معلوم بود حضار خسته، اصلا یارو میگفت من برای چی باید این آمار ریز تو این دنبال اکسل میگشتش. بعدش من قرار بود صحبت کنم. من پاورپوینت هم رفتم بالا پخش کردم، هر کدوم یه عکس بزرگ بود راجع به عکس صحبت میکردم، حرف میزدم، چی میکردم. مردم حس بهتری دارن. چشم خیلی کمک میکنه با آدم. پس این اتفاق خیلی تو ارائه سرمایه‌گذاری هم همین. باید بتونید همین کارو بکنید. اتفاق به شدت مهمه. وقتی که میخواین ارائه کنین، روی یه موضوع تمرکز کنین، سر جد بزرگوارتون، نه این روی چند تا موضوع تمرکز کنین. یه حرفو بزنید. بعضا داریم طرف میگه انقدر میشینه پر و بالهای متفاوت طرحش رو صحبت میکنه راجبش که نگو نپرس. آقا نگو. سرمایه گذار کپ میکنه، میترسه یه جایی. سعی کن رو بازار هدف خدمتتون عرض کنم که روی نقطه یا توی کالاتون بیان روی نقطه استفاده بکنید. خیلی پخشش نکنید. سرش آره اگه این بشه این کارو میکنم، اگه این بشه این کارو میکنم، اگه بشه این کارو میکنم، نمیخواد همه رو بگی. یه قسمتشو بگو. من بارها حتی تو جنس هم همینا، یه جنس یه سری آپشنای زیاد که داره، مثلا اگه قیمتش داره مناسب باشه، شما اگه همه رو بگی رو کپ این حتما میخواد تقلب کنه. پس حواسمون باشه به میزانی که نیازه اطلاعات بدید، نه بیشتر. به میزانی که میخواید بزنین اون آرامش داشته. چون شما میخواین یه ارائه جمع جوره مثلا میگم 40 دقیقه‌ای داشته باشید. 40 دقیقه میخواین یه ارائه بدین، 4 تا اسلاید بزنین، توضیح بدین، حرف بزنین، اسلاید بزنین. نه این بشینید فقط جلوی سرمایه‌گذار خودمون بریم یه کدی هم بکنیم تمام هیچ کنیم صحبت کنیم. بله ما این کارو می‌خوایم بکنیم، ما اله می‌خوایم بکنیم، هی منم بکنیم، بعد طرف اگه بابا منم نیستی. خب نکنیم این کارو دیگه. اسلاید رو بذاریم قشنگ شروع کنیم صحبت کردن. حواسمون هم باشه. سرمایه‌گذارمون هم شناخته باشیم. روانشناسیشو بلد باشیم. رفته باشیم اطلاعاتشو درباره بدونیم چجوری باهاش صحبت کنیم. خیلی مهمه ها. نگم میره نگفتش. حتما نیمه پر لیوان رو فقط نشون سرمایه گذار ندید. بیاید جای نیمه خالی لیوان هم نشون بدید. بنویسیم ما برآورد کردیم که در
این کاری که داریم انجام میدیم احتمالاً به فلان مشکلم شاید بخوریم، بالاخره بازار شاید به فلان مشکلم بخوریم و همونجا هم راه حلتون بگید که اگر ما به این مشکل خوردیم چه راه حلی داریم. من توی یکی از ارائه که داشتم میدادم بحثم همین بود، جنس سرمایه‌گذاری برای یه جنسی توی ایران بودش. گفتم آقا ما برآوردمون اینه که اگر توی این کشور به این مشکل به خاطر مسائل تحریمی و غیر وارد بکنیم، اینکه این بازار جایگزین آماده کردیم. اینم سنده من. پس یعنی طرف میگه چه با مزه، این نیمای خالی هم داره نگاه میکنه، پس نه بلده کارشو. پس به این دقت کن، فقط نه این نیمه پرشو نگاه کنین، هی نه فقط به به و چه چه کنیم برای سرمایه‌گذار. نه ما حتما اله میکنیم، ما حتما بله میکنیم، ما شکر میخوریم. خب دقت کنیم دیگه. اینا رو بعد حواسمون خیلی بهش جمع باشه که بتونیم نتیجه خوبی بگیریم. هر ارائه‌ای میتونه با ارائه بعدی فرق کنه، ولی کانسپتش به نظر من یکیه. من هر جا بخوام صحبت کنم حدودا همین چیزا رو در نظر میگم و حالا اینا رو هر چی راجع به هر کالا میتونیم خیلی مفصل‌تر راجع به این احتمالاتش به این بررسی کنیم، زمان میبره و کار میشه. مثلا من یک از کارهایی که رو بحث مشاوره سرمایه‌گذاری میکنم همینه دیگه. دقیقاً میام همین قسمت‌ها رو شروع میکنم چک کردن که هم تو مشاوره سرمایه‌گذاری خدمتتون عرض کنم که میایم بحث دنبال اینه که یه ارائه خیلی خوب تنظیم بکنیم و انجام بدیم و بعد تو اجرا و پرزنت کردن ارائه چه برای سرمایه‌گذاران خارجی چه برای سرمایه‌گذاران داخلی خودمون هم میتونیم بیام شروع کمک کردن. کار میبره ولی میشه دیگه، بالاخره اتفاق بدی نیست. اما به قول دوسته عزیز آذری زبان بنده، اما مزیت منافع باید برای سرمایه گذار ایجاد کنی. آیا دیگه دارید برای خود صغر و کبرا میچینی، دیگه داری حوصله‌مو سر میبری، مزیت منافع رو از کجا در میاری دیگه، از کدوم جیب دیگه نادری در میاری؟ نمیتونی بگی که آره سرمایه گذار من این کالا هستش، این کالا برای شما 4% سالیانه سود میکنه و خیلی خوبه، ما هم مثلا پس 6% داریم کلا سود میگیم، 2%ش برای خود ما منصفانه هم هستش دیگه. 4 بس هم گذاریم میگیم مرسی خیلی ممنون، من صلاح نمیدونم بیام تو این بیزنس. آقا چقدر بی انصاف این شما، ما 2% هم ازش داریم برمی‌داریم. میگه بابا من اصلا صلاح نمیدونم بیام تو این بیزنس. خیلی محترمانه داره به ما میگه بابا خیلی بد. میریم این اونورم میشه میگیم مردم چقدر پولکی شدن، داریم میگیم سود مشارکت شما میتونید تا 4% هم سود بکنه جنستون، در صورتی که من فقط هم 2% خودم همش میرم. میگم خب مرد حسابی چه حرف حجبیه داریم به مردم میزنیم؟ خب این جنس شما اگه 6% داره کلا سود میکنه، قبول دارم تو 2% سود میکنی، ولی چرا رفتی سراغ اون آدم؟ اون آدمی نیست که شما به طرفش. اون آدم پولش تو بانک عادیش هم بذاره سالیانه 17-18% سود داره میخوره. خب دیوانه است. شما به من بگو دیوانه است؟ میره اوراق نام چیز میخره، سهام و اینا رو میخره و هر چی دیگه. تو کار خودی طرف داره تو کار خودش 50% سود میخوره و ما رفتیم فلان بیا تو کار ما کار انجام 10% سود گیرت میاد تو این سیستم توی یک سود مشابه. خب این چه حرف خنده داره؟ یه چیزی باید بگیم که بگنجه بشه. پس حواستون باشه بالاخره یه سری میگه خواهش ما نمیدونیم مردم چقدر کارشون سود میکنه، قرار نیست ما ببینیم مردم بدونیم کارشون چقدر سود میکنه، ولی یه سری که عادی میدونیم بگیم اگر پول اضافه داشته باشه این چیکار میکنه با پولش. میگیم خب بابا این طرف میره پولش میذاره تو بانک. خب میذاره تو بانک یعنی تعریف روشن شد دیگه. مزیت منافع درست کنیم براش، یه منافعی بالاتر از بانک. میگه آقا چیزی حتما بعد توی نه این فقط پولش تو. اگه اونی که نیازش به کار کردنه بگیم فلانی بیا شروع کن، خودت هم فعال باش، خودت هم بیا کار بکن، ببین نیازشو بردیم تو اونجا منافع زیاده. میگه خب من تو بانک بذارم این درصد میگیرم، ولی این طرف که میام شروع میکنم با فلانی کار میکنم، یه کاری هم خودم کنم، حس خودم هم خوب یا علی بیام تو این کار. مزیت منافع. پس قرار نیست اگه پرپوزال ما خوبه حتما طرف بیا سرمایه گذاری کنه. به هزار یه دری میتونه نیاد، یا موقع پولشو نداره، یه موقع توجیهشو نداره، میگه آقا جان من این پولا برای بیزنس خودم هنوز جا داره استفاده میکنم. مگر اینکه یه دفعه شما یه پیشنهادی داری بهش میدی، مثلا این بیزنس خودش بیزنسی که داره مثلا سالیانه این مبلغ سود میخوره روش،
شما پیشنهاد جذاب‌تر میگی خب اینقدر از این پولا بجن که اینجا کار کنم میرم رو فلان جا کار میکنم. این میشه مزیت منافع ایجاد کردن برای سرمایه‌گذار. لطفاً امنیت سرمایه گذار رو توی پرپوزالتون ببینید، بگید چطور پول شما پیش ما امنیت داره، چی کار کنیم که سرمایه‌تون تکون نخوره. قبول دارم ریسک خودتون رو بالا میبرین، ولی بستگی داره به اون سرمایه‌گذاری که میخوایم بگیریم. یه جای امنیت رو برقرار نمی‌کنه، سرمایه اصلا نمیاد طرفتون. یه جای منافع زیادی دارین خلق میکنین، به طرف ریسک حفظ سرمایه‌اش هم میذارین دست خودش. یه جای طرف خوشم آوردین توی کار، حفظ سرمایه‌اش اومدین معلق کردین. ولی تا اونجایی که میتونین سعی کنین حفظ سرمایه‌گذار رو بالا نگه دارین. خیلی مهمه این داستان. اگه این کار نکنین بعد ضرر میکنید و بعد سرمایه‌گذارها طرفتون نمیآیند. پس انجام بدید. یه نکته دیگه، زمان برگشت سرمایه در پیشنهاد شما باید مشخص باشد. آقا این بنده خدایی که پول آورده گذاشته شاید دلش بخواد، مثلا میگن پولش بعداً برداره دیگه، نمیخواد سرمایه گذاری، حال نمیکنه دیگه بیشتر با شما کار کنه. میگه آقا این که نمیشه، منم قبول دارم نمیشه، من با شما موافقم اینجا، ولی یه روشی، یه تعریفی باید برای این داستان داشته باشید. کی میتونه پولشو ببره بیرون؟ بعد از این مدت، بعد از اعلام این مدت، قبل از خروج پولش یه کاری باید بکنیم. نمیتونیم بگیم که حالا بذاریم ببینیم بعدم خدا چی میخواد. خدا نگفته همچین چیزیو. خدا گفته که مشخص کنید، تعریفتون تو قراردادتون معلوم باشه، کلیر باشه. من کردم که میگم اینا رو. مثلا طرف خواسته با من میگه سرمایه‌گذاری کنم، گفتم ببین اینجا سرمایه‌گذاری تا فلان موقع بخوایم پولت برنمیگرده، ولی از فلان موقع بهت اعلام کنیم میخوای ادامه بدی یا نمیخوای ادامه بدی. یه موقع هست به طرف گفتم نه آقا جان پولو میذاریم، مدت زمان نداره، ولی اگر خواستی پول را برداری و دیگه نخواستی سرمایه گذاری کنی، این ماه قبلش به ما اعلام بکن. اگه اعلام بکنی مکتوب باشه، منم انجامش میدم. شرایط خودم اونو بررسی کردم دیگه، اگه اعلام کرد بتونم انجامش بدم. پس حتما سر این داستان رو بسنید. من یه بار با یه سرمایه‌گذار بزرگی صحبتش می‌کردم، دقیقاً اینو فهمیدم. وسط طرحم بود، دقیقاً وسطش بود، هنوز نرسیدم به اون قسمتی که راجع به برگشت پولشون بود. برگشت با همین، اگر ما اوکی این با شما خوب کار کنیم، ولی خب اگر یه زمان نخواستم به هر دلیلی جای خواستم کار کنم، پولم خواستم جای کار بگیرم، چیکار باید بکنم؟ گفتم حاجی اجازه بدید بده بهتون میگم، دارم تو اسلاید جلوتر توضیحشون. گفت خب باشه. دیگه ارائه‌ای که میخوای انجام یه نقطه شروع و پایان باید باشه. این ارائهتون رو آسمون در به در ولش نکنید. 40 دقیقه میخواین صحبت کنید، از یه جای شروع کنیم به یه جای تموم بکنیم. چی داریم، چجوری میخوایم به مردم خبر بدیم، چقدر سود داره، چجوری امنیت سرمایه‌ات رو حفظ میکنیم، همه اینا رو داریم توش میگیم. و نقطهش اینه که در فلان موقع بعد واقعا شما واریزی که خواستین انجام بدین انقدر زمان میبره، انقدر مدت سرمایه گذاریتون خواهد بود. تعاریفش معلوم باشه، رو بدونید اون 40 دقیقه تکلیفش روشن باشه. انقدر سغرا کبرای الکی نباید بچین. ولی گزینه دیگه، ما پلن بی هم باید داشته باشیم. پلن بی یعنی چی؟ اگر رفتیم یه سرمایه گذاری صحبت کردیم برای یه کاری، نسوزونیمش. حساب اینم بکنیم قبل از اینکه بریم صحبت بکنیم، بگیم اگه قبول نکرد چی پیشنهادی بدیم. این مهمه. قبول نکرد چی بگیم بهش؟ میگه اگه قبول نکرد بیایم یه همچین پیشنهادی بهش بدیم، یه پیشنهاد دوم، یه پیشنهاد سبک‌تر که بشه قبولش بکنه. پس جوری ارائه کنیم که اگر پیشنهاد یکیمون قبول نشد، شانس دادن پیشنهاد دویی هم داشته باشیم. پیشنهاد دویی هم تنظیم، هر کارم با کار فرق میکنه. میشه پلن بی هم برای 2 روش مثلا براش بذاریم.
دو روش سرمایه گذاری. من دارم همین الان یه پروژه خیلی خوب بزرگی دستمون هستش که سرمایه پذیری هم براش اتفاق میکنیم. یه پلن دارم که اتفاقا با دو تا از سرمایه گذارشم صحبت میکردم، گفتم اگه الان بیاین این کار انجام بدین این مبلغ باید بیارین توی سیستم، حتما از مثلا فرض کن این میلیارد به بالا باید باشه، بعد بیاد توی سیستم برگشت پولش به این سبک و سیاقه. ولی اگه اوکی نیستی من یه پلن دیگه هم براتون هم دارم متفاوت تر با یه سری آپشن متفاوت تر. یعنی شانس گذاشتم که آقا بتونم توش، شاید مثلا حاضر نباشه بیاد این روشی که من میخوام به هر دلیلی پولش نداشته باشه، اوکی نباشه، نمیدونم من اشتباه انتخابش کرده باشم برای اون قضیه، بیاد تو روش دوم. یا مثلا یه بار یه سرمایه‌گذاری به ما زنگ زد گفتش که من فلان کارو میتونم انجام بدم، حالا هر چی. من خیلی چیز داشتم، سری بهشون پیشنهاد ندادم، گفتم برای چی الان بیام پیشنهاد بدم الان که هنوز طرحی براشون آماده ندارم. خیلی مهمه بعد صادق باشیم تو این طرح. اتفاق خیلی 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 مهمه این داستان. پس برنامه‌های خودمون رو همیشه پلن بی هم براش داشته باشیم برای سرمایه گذار. به نکات شرعی تو پیشنهاد خودتون توجه کنید. آقای منظورت چیه؟ ببینید ما توی کشور اسلامی هستیم، برای خودمون و برای دیگران باید مسائل شرعی رو سعی کنیم رعایت کنیم توی پیشنهاد، وگرنه خیلی وقتا خیلی از سرمایه‌گذاری اتفاق نمیفته. اصلا طرف داره پول رو دوست هم داره کار بکنه، ولی چون حس میکنه که این نوع سرمایه‌گذاری شاید ربوی باشه دوست نداره. خب ما یه کار کنیم سرمایه‌گذاری ربوی نباشه. چی کار کنیم؟ بریم قوانین مضاربه رو مثلا نگاه کنیم و شروط مترتب بر اونها، یا قوانین مربوط به بحث مشارکت‌ها و شرایطی که مربوط به حوزه مشارکت هستش. ولی جوری شرایط رو باید تنظیم بکنیم که امنیت اون طرف حفظ بشه، توش امنیت سرمایه‌اش باید حفظ بشه. شما نمیتونید امنیت مردم به هم بریزید. اشتباه وحشتناکی به هم ریختن امنیت مردم. امنیت سرمایه میشه به این راحتی به هم بریزید. یه نکته دوم، فکر نکنید سرمایه گرفتن کار تموم شده. این اشتباهو نکنید که بیچاره میشید. از لحظه‌ای که سرمایه گرفتین خودتون رو مجاب کنین جلوی چشم سرمایه گذار باشید. از لحظه‌ای که سرمایه گرفتین خودتون رو مجاب کنین بهش گزارش بدید. بذارین بدونه که داره کار داره جلو میره. بذارین دلش آروم باشه. امان از اون سرمایه پذیرایی که پولی که میگیرن نیست میشن. میگه خب ما گفتیم مثلا 1 سال دیگه نتیجه میگیره. خب زهر مار، خب توی 1 سال 4 تا خبر بهشون. ببخشید من عصبانی میشم بعضی وقت دیگه. چون دیدم میگم خب خبر بده، نمیمیری که. بگو دارم اینجوری کار میکنم جلوی چشش ببین، بذار دلش آروم باشه، حس نکنه خبری نیست ازت. مثل بدهکارایی که بعضی بدهکار که میشن زنگ هم نمیزنن. یه بار به یکی رفیقام گفتم بی انصاف تو زنگ بزن، حداقل زنگ بزن، بذار آدم حس نکنه ول کردی، کندی، بردی، فرار کردی. به خدا آقای سلومونتوری نیستش. گفتم میدونم نیستش، ولی زنگ که میتونی بزن، نمیمیری که تو زنگ زدنت که. تو سرمایه پذیری هم که میکنین نه که ول کنین جلوی سرمایه گذار نباشین. بزنین هر دفعه هر چند ماه یه بار بیان براش شرحی بدین آقا ما این کارو کردیم، این اتفاق افتاده، این مسئله پیش الان شرایط اون شکلیه، به حدی که میخوام. بذارین بفهمه، بذارین گزارش بدین. سر تعهداتتون مو به مو شده، آسمون رو به زمین بدوزین، زمین رو به آسمون، تعهد اجرا بکنید. سرمایه گذار نپره، سرمایه گذار سرمایه‌اش این اون گنجشک است، پر میکشه میره. بلد باشین سرمایه گذار رو چند سال کنار خودتون نگه دارید. تو جاهایی به دادتون میرسه که باورتون نمیشه. خیلی مهمه آدم سرمایه گذارش رو بتونه نگه داره. خوش حساب میگین سر ماه فلان کنه، سر ماه اون کار انجام بدید. یادتون نره، طرف یادش میره اصلا. از این بالاتر بی احترامی وجود نداره که به سرمایه گذار گزارش ندی. چه کار زشتیه، چه حرکت عجیبیه. من سرمایه گذاری خودم میگم وقتی باشون جای سرمایه گذاری میکنم میفرستم براشون بیلان، میفرستم توی صحبت میکنم بدونن چه اتفاقی داره میفته. زنگ میزنم، ارتباط میگیرم.
بعد طرف باید آروم باشه بگه آخش من خیلی اوکیم با اینه که دارم کار میکنم. دیدی توی ایران مثلا تا اسمش میاد فلان صندوق مالی چه من کلاهبرداری کرد، مردم میریزن دنبال اینه که پولشون رو بردارن. افتضاح همون میشه دیگه، اون خراب میشه کار. خیلی وقتا میتونن منیج کنن کارو حتی وقتی به مشکل میخورن، ولی به واسطه اینکه میرن قایم میشن و شایعه اتفاق میفته یا اینکه نه اصلا واقعیته و هی رو زبون میفته این داستان که آره یه رو باخت، یه رو بیچاره شد، یه رو نابود شد، کار خراب میشه. پس حواسمون خیلی 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 جمع باشه. به نکات شرایطتون توجه کنید که خیلی نکات مهمه. اگه به طرحتون اطمینان دارین، یک ارائه جسورانه داشته باشید، یک مذاکره جسورانه، یک شیرجه جسورانه مثل این رفیقمون که داره میزنه. جسارتدار شیر، نریم من کنیم، نریم دست تو بدیم، نریم هی واسه آره حالا میشه هی این من کرده یه کور که نیست، سرمایه گذار حواسش جمع معمولا بالاخره میدونه چیکار باید بکنه، حس کنه این کاری نیست نمیاد جلوش. خیلی مهمه، خیلی مهمه. سفت قرص محکم از طرحتون واقعی صادقانه همه چیزایی که گفتم و نه یه تپش بگین یه تپشو ول کنین، صادقانه بعد حرف بزنیم، بعد درست طرح بنویسیم، طرح رو به مردم درست ارائه بکنیم، خلاصه و مفید تصویری بگیم، خودمون رو خلاص کنیم. یه پرزنت خوب، یه فروشنده خوب باشی، فروشنده قلب تپنده بازرگانی، بلد باشیم حرف، بلد باشیم تو دل طرف مقابل جا بگیریم، بلد باشیم حالمون با حالش خوب باشه، یه آدمی به چسب باشیم، یه آدمی نچسب تفلون مسلک نباشیم. دیدیم بعضی تفلون مسلکن. یعنی چی؟ یعنی اصلا زندگیش نچسبه، آدم دوست نداره خیلی باش هم کلام بشه. این آدما جذب سرمایه هم نمیتونن خوب بکنن، چون طرف خوشش نمیاد باشون محاوره کنه، پس گیر میفته و من پیشنهاد نمیکنم. اما حرف میشه راجع به سرمایه‌گذاری خارجی. سرمایه‌گذاری خارجی خوبه. به چه واسطه‌ای؟ به واسطه اینکه خب پولش الان ارزش زیاده و وقتی که سرمایه‌گذاری میکنه خیلی هم جذابه دیگه. مثلا میگم ما اگر دنبال تو ایران میخوایم 1 میلیارد خردی مثلا سرمایه بگیریم، خیلی وقت سخت میگذره بهمون. ولی تو خارج خیلی راحت به چند $10,000 $1 میلیارد خردیمون پر میشه دیگه. اما با چند $10,000 عرض کردم کی بگیریم؟ سرمایه گذار خارجی فقط زمانی استفاده کنید که سبد ارزی داشته باشید. کالاتون کالایی باشه که با ارز جابجا میشه. پولتون بیاد تو اون ارزه. پولتون بیاد تو سبد ارزیتون بشینه. نرین پول دلار بگیرین بیارین تومن سرمایه گذاری کنین که نابود میشه میره پی کارش. آقای توی درصد که مثلا با خارجی ها میشه بس اونا چون بانکاشون به این سبک و سیاق هستن خب خیلی میصرفه. بله خیلی میصرفه، ولی اگه یه اختلاف ارز بهش بخوره اون دیگه هیچی ازمون نمیمونه که بخوایم به صرفش فکر بکنیم. اصلا فرض کن رو ارز 4,000 تومانی رفتی $100,000 واقعا صرف کردی آوردی ایران شده 400 میلیون تومان. درست شد؟ خب با اون طرف هم $100,000 قرارداد بستیم. حالا شروع کنی کار کردن. یه دفعه دلار میشه چقدر میشه؟ 15,000 تومان. 400 میلیون تومان شما شد 1 میلیارد و 500 میلیون تومان. شما 400 میلیون تومان خوابوندی ها، ولی 1 میلیارد و 500 میلیون تومان بدهکاری اونور. در از چند ماه چه جوری میخوای اینو درستش کنی؟ موقعی توجیه داره که سبد ارزی باشه. اون موقع خیلی راحت رفت بالا، چون شما هم رفته بالا باشه. مثال میگم اتومبیل آوردی، کارت اتومبیله، برای سرمایه گذاری خود اتومبیل خارجی اوکیه. اشکالش چی میشه؟ طبیعتا توان خرید مردم که میاد پایین خب تو فروش تأثیری میذاره، ولی مایه اصلی سر جاشه. اتومبیلی که گرون شد دیگه مثل اسپنزره که دیگه نمیاد رو بگه با دلار 4 تومن میفروشن. بگذارم اینکه یه سری از دوستان شوخی این شکلی میکردن تو ایران که حالا بعد بیه مثلا با فلان ارز بفروشه. این حرفا کسی مخصوصا با ارز آزاد میخره که این کارو نمیکنه.
حالا بگذاریم اونایی که ارز دولتی میگیرن بله بعد اونا بیان تعهداتشون رو دولتی هم بدن، ولی حواستون به این داستان خیلی جمع باشه. سرمایه‌گذاران خارجی به شدت جذابن، ولی اسم سرمایه‌گذار خارجی یه موقع گولتون نزنه. بعد حواسمون 6 دنگ باشه. پیشنهادات خودتون رو مکتوب و به همراه توضیح ارائه بدید. همون ارزی که تا الان داشتم. حتما یه پاورپوینت خوب درست بکنید. نه این بشینید. من انقدر داشتم آدم که اومده برگشته من گفت که آیا تو یه طرح دارم، گفتم برو بنویسش بیار. رفته. الان هنوز رفته که بیاد. منم میدونم چون تو فکرش که میخواد میشه هم وقت منو میگه هم وقت خودشو. هی میشینه حرف میزنه. سغر و کبرا میچینه برای هم دیگه. ولی وقتی مکتوب بکنه خودش هم میفهمه چیکار داره میکنه، اشتباهش هم خودش میبینه. خیلی مهم میشه. حواستون به این نکته خیلی جمع باشه. این کار انجام بدید. شک نکنین. درست اجرا کنین. درست قسمتی که عرض کردم اجرا کنین، سرمایه میگیرید. من گرفتم که میگم. سرمایه پذیری هم هر کی اومد بهتون گفت سرمایه میخوام سرمایه گذاری کنم باهاتون، مثلا طرح تو بردار بیا. این نکته رو تو طرحش رعایت کرده باشه، اون موقع شما میتونین توضیح واقعا کار انجام بدید. کما که منم همین کارو میکنم. پس راجع به سرمایه پذیرها، سرمایه گذارها، منابع سرمایه، ماهیت سرمایه اولیها، چگونگی ساخت زیر ساختمون، ارائه قویمون، سرمایه خارجی و جسارت در امر حوزه سرمایه صحبت کردیم. بعد خدمتتون عرض کنم که خوب کار رو انجام بدیم. مذاکره یکی از گزینه‌های جذاب و یکی از قسمت‌های سخت جذب سرمایه هستش و یه فروشنده خوب از پسش برمیاد. میگم ما تو کار مشاورمون هم دقیقاً این کار داریم می‌کنیم، چه تو در ساخت یه ارائه خوب، چه در اجرای یه مذاکره خوب. حتی با سرمایه‌گذاری خارجی با کاملاً هم آماده‌ایم که با سرمایه‌گذاری خارجی شروع کنیم وارد مذاکره بشیم برای طرح‌های داخلی. مشکلی نداریم توست، به شرط اینکه تعاریفش منطقی باشه و توجیه داشته باشه که بشه کار انجام. وگرنه اگه طرف بیاد بگه فقط جنس من خوبه، نه کار من خوبه، داشتم این شکلی. آیت طرف داشتم اومده میگه آیت بگردین شما یکی از سرمایه‌گذاری خارجی بیارین اینجا، ما به شما درصدتون رو میدیم. میگم حسابی میگم بیکارم که اوناشه من بگردم روی این پیدا کنم. کلی کار میونه، کلی بعد قرار ست بکنه، کلی بعد وقت بذاره، کلی بعد زمان بذاره. خیلی بعد توجیه داشته باشه کار که بخوای بیا این کارو انجام بدی. انشالله که بتونین یه طلوع قدرتمند داشته باشید و یه اتفاق جذاب. از اینکه تایم گذاشتین و این 4 قسمت با من همراه بودین خیلی خیلی ازتون ممنون و متشکر هستم. یه تعداد از دوستای خوبم که با هم همراهی کردن توی این سالها توی تحصیل هستن. خیلی از دوستامون توی این تحصیل نیستن، لیست از این دوستامون الان همراهمون نیستن و من افتخار داشتم که به کمک دونه دونه این دوستای عزیزمون تونستیم کارهای خوبی انجام بدیم و شما دعا بکنید که انشالله بتونیم قدرتمندتر و یا قدرتمند در ادامه بتونیم همراهی کنیم. و از شما خیلی متشکرم که ورژن اصلی این فیلم ها رو دارین نگاه میکنید و ما هم دارین حمایت میکنین که بالاخره بتونیم توجیه داشته باشه، پشتیبانیایی که داریم میکنیم، کارهایی که داریم انجام میدیم، اتفاقایی که داره میفته رو بتونیم داشته باشیم. و بالاخره برای هر کدوم از این فیلم ها هم زمان میذاریم، هم تایم میذاریم، هم بچه‌هامون کار میکنن، پشتیبانی میکنن و امثالهم. و از شما بر ترتیب ممنون. تمام زورمون رو گذاشتیم سعی کنیم تا جایی که میتونه همه چی رو اقتصادی شی بکنیم و این وظیفه خودمون هستش و این کارو همش انجام میدیم که بتونیم اقتصادیش بکنیم و برای شما عملاً هزینه‌ای نداشته باشه. آنچنان خدمتتون عرض کنم که نکته که توش خیلی خیلی مهمه اینه که اشکالی نداره. بعضی وقتا شما میگی وقتی میرین کتاب میخرید نگران این از خرید کتاب. خب کتاب میخواین یه معلوماتی به ما اضافه بکنه. اینم همین اتفاق میفته و به نظر من خوبه برای بحث حوزه آموزش شدم هزینه بکنه و ما هم سعی کردیم تا اونجایی که میشه بتونیم هزینه‌هاشو کم و کمتر بکنیم که انشالله برای دوستان صرفیه حالا حوزه به قول معروف اقتصادیش هم جذاب‌تر باشه. کما اینکه میگم ما آمادگی داریم پشتیبانی کاملا میکنیم، سوالاتون رو حتما جواب میدیم و خیلی از شما ممنونم که توجه کردین، زمان گذاشتید و به عرایض بنده گوش دادید. خیلی ازتون ممنونم. انشالله که موفق باشین، مؤید و براتون بهترینا رو